اصلا حقوق یک کارگر رو کی تعیین میکنه؟ چطوریه که 7 تومن بگیره اجاره خونش 12 تومن باشه؟ نه من نمیفهمم. 7 تومن حقوق بگیره نمیدونم ساندویچ نهارش 100 تومن باشه. من 7 تومن میگیرم، صبحانه میشه 20 تومن، نهارم میشه 60 تومن، شامم میشه 45 تومن، میشه روز 100 تومن. 3 میلیونش که میره واسه نهار و غذام. لباس که نپوشم، پا برنم راه برم. نمیدونم این چطوری میشه، این با 7 تومنه چطوری درست میشه؟ چطوری شد؟ نه میخوام بگم الان کارخونه دار با یه سرمایه بزرگ و هنگفتی تولید میکنه، میگه من سالی 20 میلیارد سود میبرم. خب چطور از این 20 میلیارد سود نباید کارگرای شما مرفه باشن؟ چرا؟ پس چطور بشه که بریم دنبال این که حقوق رو تعیین کنیم 7 تومن، مالیاتش هم بشه 100 تومن، من 20 میلیارد سود ببرم، کارگرام هم طبق قانون کار. من برای همین میگم بریم زندان، همه بریم زندان ها کار کنین دیگه، اونجا انگار مجانیه.